نشوپک. خب به نام خدا با یه برنامه دیگه در خدمت شما بینندگان هستیم. این بار در خدمت خانم شنل قرمزی هستیم با نقش درخشانی که داشتن خاطرات زیادی رو برای ما رقم زدن. سلام عرض میکنم خدمت شما. سلام به شما، سلام به بینندگان عزیزتون، سلام به همکاراتون. من در خدمت شما هستم. امیدوارم که مسابقه خوبی باشه. خانم شنل قرمزی به ما بگید که چرا اصلا شما در فیلم در انیمیشن شنل قرمزی شرکت کردی و اصلا چرا شنل قرمزی، چرا شنل آبی نه، چرا شنل سبز نه؟ ببینید روزی که آقای کارگردان زنگ زدن من برم پیششون راجع به فیلم با من صحبت کنن، هنوز نه اسمی نوشته بودن نه حالا سناریوی درست حسابی اونجا وجود داشت. به من گفتم منم داشتم تو پاساژ پیرن و شال و اینا می‌خریدم دیگه، همونجوری یه شال از مغازه برداشتم، اونم قرمز بود. بعد برداشتیم اومدیم سوار شدیم ماشین، خلاصه اومدیم پیش کارگردان. بعد من دیدم که خب این شال رو قبلا دیده، خب زشته دیگه من یه شال رو دوبار یه دفعه تو سر من ببینه. من شال قرمز رو پوشیدم رفتم اونجا. بعد گفتش که چه شنل قرمزی؟ بعد کارگردان گفت شنل قرمز. بعد اون گفت شنل قرمزی. بعد یه شنل و فلان و قرمز و اینا گفتن شنل قرمزی. بعد شما هم باشه نقشه اول. این شد که ما رو نقشه اول قرار دادن و بعد از اونجایی که تجربه بازیگری داشتم خلاص منو انتخاب کردن. چقدر عجیب و جالب. یه شایعی بود در مورد اینکه قرار بود شما نقش اول حنا دختری در مزرعه رو بازی کنید. چی شد که نشد؟ اینو برامون توضیح میدین؟ ببین الان شما فیلم شنل قرمزی و انیمیشن حنا دختری در مزرعه رو بذارید نظرسنجی محبوب ترین انیمیشن، قطعا شنل قرمزی میاره. چرا؟ چون حنا نتونست بازی کنه. حنا دوست فابریک منه، جونجونی منه. ما از اول ابتدایی تا 12 با هم بودیم، یعنی یه چیزی بود که همدیگه رو میشناختیم. ولی حنا یه دختری بود تو بالا شهر زندگی میکرد، ولی من 7 سال تو روستا زندگی کردم. الان شما اگه اون موقع به حنا یه گاو و یه گربه نشون میدادی میگفتی الاغ کدومشونه، قطعا یکی از گاو و گربه رو بهت نشون میداد. یعنی در این حد بود، یعنی حیوانات چیز اصلا نمیشناخت. ولی ایشون رو خب خلاصه با حالا اون پارتی بازی ها من دیگه واردش نمیشم دیگه، وارد کردن و خلاصه یه فیلم حالا انیمیشن درست حسابی هم تا حدودی در آوردن. ولی خب من میگم گزینه‌های بهتری بود، من خیلی بهتر میتونستم اونو بازی کنم. خیلی جالب. ولی همین حالا شما اتهامی که دارید به حنا میزنید به شما هم وارده. میگن اون گرگی که تو شنل قرمزی بازی کرده اون رو شما حالا معرفی کردین، به قول معروف پارتی بازی کردین و اومدین، راسته؟ ببینید کسی که حالا بگیم جلو دوربین بازی نکرده، تئاتر بازی نکرده، تا حالا اصلا دوست و رفیق بازیگری نداشته، تا حالا اصلا هیچ فیلمی ندیده، کلا اصلا نمیتونه میمیک صورتش حفظ کنه، نمیتونه کارهای بازیگری انجام بده، اصلا خجالت میکشه جلو دوربین بیاد، اصلا نمیتونیم بگیم استعداد نداره که میتونیم بگیم. من خواستم استعداد ایشون رو کشف کنم. حالا ایشون حالا پسر عموی بنده هستن، نباید بگیم که من اینو با پارتی بازی آوردم. حالا ایشون جلو دوربین نرفتن، استعداد ندارن، اصلا علاقه ای هم به بازیگری ندارن، بنا نیست که ما اینو نیاریم بازی بدیم. بناست واقعا اینجوریه. یعنی واقعا فکر میکنید کسی اینجوری بود ما نیاریمش تو بازیگری؟ واقعا این اشتباهه. یعنی چی؟ یعنی هیچ علاقه ای نداشتن اینها، شما آوردین؟ بله آوردیم، باید هم اصلا بیاریم، بالاخره ما حقی داریم. خب این از کجا باید پول در بیاره؟ نقشش هم حالا بد بازی نکرده بود، خوب بازی کرده بود. حالا درسته که خیلی از جاهای اشتباه داشت، درسته که به قول من خیلی از میمیکا رو نمی‌کرد، درسته، ولی خب بنا نیست که بگیم استعداد نداره. بله دیگه، بله ما قانع شدیم و حالا بریم سراغ سوال بعدی. میگفتن شما قرار بود که توی فیلم فوتبالیستا هم کنار سوباسا اوزارا بازی کنین، حقیقت داشت یا به قول شایعه بود؟ ببینیم بله، بعد اینکه حالا فوتبالیستای اول تموم شد و ما هم تو شنل قرمزی یکم درخشیدیم، برای فوتبالیستای دو به من زنگ زدن. آقای آزم مکباکی زنگ زد به من، گفتش که ما می‌خوایم اینجا فوتبالیستا رو بازی کنیم، شما بیا یه نقشی داری اینجا به عنوان تماشاگر. گفتم یعنی چی آقای آزم مکباکی؟ من بیام اونجا مثلا تماشاگر وایسم؟ گفتن خب بس نقش. گفتم کم من باید نقش یا سرمربی باشم یا زن سوباسا یا زن کاکتل یا چیزی باید اونجا بازی کنم. بعد اونم بهش برخورد، گفت نه همچین چیزی تو سناریو نیست. گفتم یا باید همچین چیزی در سناریو باشه یا من نمیام. اونم گفت نه، یا منم با یک فوش اون رو معرف دیگه کنسل کردم. پس اینجوری بوده. یه سوالی که الان به ذهنم رسید این که شما شنل قرمزی هستین، آیا طرفدار تیم پرسپولیس هستین؟ یعنی این ربطی داره به اون؟ بله من عاشق تیم پرسپولیسم و این واقعا ربط داره به اون. من همیشه چیزای قرمز میپوشم و امیدوارم که همیشه پرسپولیس قهرمان بمونه. خب آخرین سوال ما از شما این که آیا شما خیلی دوست داشتین توی انیمیشن های ایرانی بازی میکردین؟ اگه دوست داشتین کدوم انیمیشن رو دوست داشتین؟ بله من خیلی دوست داشتم تو انیمیشن های ایرانی بودم، به خصوص انیمیشن مجموعه انیمیشن شکرستان که واقعا انیمیشن جذابیه. منم خیلی دوست داشتم تو اونجا یه نقش داشتم و بازی میکردم. امیدوارم یه روز این اتفاق برام بیفته.
خب خیلی ممنون از شما. اگه حرفی سخنی هست رو به دوربین میتونید بزنید و ما از شما خداحافظی بکنیم. خیلی ممنون از شما، ممنون از اصلا کاراتون، ممنون از این مصاحبه. امیدوارم که شما موفق باشین. خیلی ممنون از مردمی که شنل قرمزی رو نگاه می‌کردن. و حالا درسته که تو مجموعه مادر بزرگ و پسر عموم و نمیدونم پسر خاله و دختر خالام مادن کمک کردن، برای نیست که بگیم پارتی بازی، نه اصلا اینجوری نبود، پارتی بازی نبود. بدون شک شنل قرمزی بهترین انیمیشن تاریخ بشریت بود. حالا نه اینکه من توش بازی کردم، نه اصلا اینجوری فکر نکنید. و در کل واقعا اینجوری خودتون هم میتونید این رو حدس بزنید. امیدوارم که شما هم موفق و پیروز باشید. خیلی ممنون از شما، خیلی ممنون از بینندگان از که ما رو دنبال کردن. همچنان ما رو دنبال کنید که مصاحبه‌های جذابی رو خواهیم داشت. خدا نگهدار.